فتوای دارم به نام زیور جنتی. در همون زیور جنتی میگوید که شیر اسب حلال است، حتی که اگر اسب از دنیا هم گذشت بگیم هلاک شد، فوتید، در حالت همون فوتیدگیش هم که اگر در همون پیستان و شیر هم داشته باشد، شیر او را گرفته استفاده کنین، حلال است. و اگر گاو هم که از دنیا گذشت هلاک شد، در پیستان و شیر باشد، شیر او را جوشیده گیرین، شیر وای حلال است. در همین زیور جنتی فتوا هست. اگر کفن و قبر را بر وقت‌تر پیش از مرگ تیار کنی می شود یا نه؟ کفنش درست است میگوید همین صاحب همین فتوا، پیشکی کفن تیار کردن جایز، لیکن قبر پیشکی کندنش ناجایز میگوید، مکروه است میگوید. السلام علیکم کی حاجی مرزا که فخر ما هستی. همین سوره بسم الله الذی لا یضر مع اسم شیء فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم، این سوره رو میگن بعد بامداد و شام خوانید، بسیار خوب است. و این سوره اللهم اغفر لی وارحمنی واهدینی عافینی وارزقنی، این سوره رو میگوین که همه وقت تکرار کنی سه رزق میشوی. التماس دامنای عزیز اینها رو به ما پرتر فهمون. اینها سوره نیستند بلکه اینها دعا هستند. از این خاطر البته درست است، این هم تلفظش هم نوشتش همش راست است. اینا با حدیث های پیغمبر خدا وارد شدند. کدام شما اگر اینها را خواندین استفاده کردین، اون چیزی که گفتی همش حقیقت داره. داروخانه شفا فرما داروهای طبیعی را به شما پیشنهاد میکند. سامیون وان برای شخصانی که خراب هستند و میخواهند وزن گیرند. ام پلوس اپیمدیوم برای با قوت شدن، خوب کردن گردش خون، برای طولانی کردن همخوابگی. ماس پیگمنتو برای کسلی های پسریاز و سفید شوی پوست. بین داکس برای ریزانیدن کرم های معده و روده. مینوکسیدیل برای برآوردن ریش و موی سر. کرم فرانک برای دراز نمودن مهلت همخوابگی. ماسلا خیلبی برای ریزانیدن سنگ‌های گرده و تبابت آن. فات زورب برای کم کردن وزن زیادتی. السلام علیکم دوستان عزیز. آیا شما برای گذشتن از سرحد دشواری میکشید؟ مهلت حجت‌هایتان به آخر رسیده است. پس من برای شما خدمت رسانی شرکت نور محمد را پیشنهاد میکنم. با ماشین‌های نو و زمانوی، با باوری و اعتماد کامل، توسط رانندگان مرد و زن، شما را از منزل استقامتیتان تا خط سرحد برده برای عبور مرز مساعدت می نمایند. یادآور می شویم که اگر شما از نام شبکه حاجی مرزا مراجعت نمایید، برایتان تخفیف ارائه کرده می شود. رقم ها برای تماس: جمع 7 926 319 59 61. السلام علیکم داملای عزیز، من یک خواهر اسلامی شما هستم. یک سوال دارم. آیا برای شوهر از رنگ و بار حاضر زمان استفاده کنی جایز است؟ یعنی کسمتیکا. یعنی یک خواهر اسلامی سوال کرده است که از کسمتیکای حاضر زمان بگیم، از همین داروهایی که لبها ده میشکند، چهره هاشون ده میشکند، برای شوهرها استفاده کنیم جایز است یا نه؟ جایز است. اگر برای شوهر هر رنگ باری که زن خودش را میدهد، آرا و تارایی که میکند برای در دل شوهرش جایگیر شود، برای محبت شوهر برای او زیادتر شود، خب برای اون که شهوتی مثال مرد کشاده شود، هر رنگ باری که میکند اجازت است. لیکن من به این خواهرای عزیز و به تمام آن زنهایی که از ما و شماست توصیه ما چی هست؟ من میخواهم که در جای کسمتیکا اخلاق خوب حمیده داشته باشند. در جای کسمتیکا احترام شوهر را به جا بیارند. در جای کسمتیکا وقتی که شوهر پاشه در همون پاگای خانه که مان، با یک چهره خندان، با یک قوقهای کشاده او شوهرها را پیشواز بگیرند. این بهترین رنگ بار است. باور که همین زنها هم به خود یک سیر دارند، مردها هم سیرشون همین است که وقتی زن او را پیشواز میگیرند، وقتی زن با او مهربانی میکند، این در دل شوهر البته به البته مهر بگیم دوستی نسبت همون زن خودش پیدا می شود. از این خاطر بهترین کسمتیکا، بهترین رنگ بار این است که شوهرها را احترام کنند. باور کنین همین کسمتیکای حاضر زمان همش خیمیه هست. چی در همون چهرهش میمالد، چی در لبهاش میمالد، عاقبت باید زلال میدهد. امروز همون زنهای پیرانسالی که در جوانی استفاده کردند، اگر شما اهمیت داده باشین، چهره های همونها دیگرگون هست.
چهره های همونها دیگرگون است. من از تمام خواهرها التماس دارم که چهره ها را به آب طهارت نورانی کنین، چهره ها را به نمازهای شب نورانی کنین، پیشانی را در زمین بمان، در شب در ساعتی 3 و 4 خیز به سوی خدای خودت زاره و تولا که در حق شوهر دعا که انشاءالله در چهره تو چی در دنیا و چی در آخرت یک نور روشن می شود که تمام این کسمتیکه های دنیایی همه چی هستند عاجز هستند. السلام علیکم بابای داملا، آیا همین شعری من ایجاد کردم درست است برای بینمازان؟ یک برادر برای بینمازان هرچی بگن کم است، یک شعر ایجاد کرده است. اگر چنده که رحمت خدا به این برادر ایجاد کردن، در وزن کم شعرها وزن ندارن لیکن معنای خیلی خوب دارن، معناش پره است. حیف آن نوری که در شماست سجده الله نکرد، حیف آن دست و پایی که در شماست گفتار الله نکرد، حیف آن جسمی که در شماست راه حق را طی نکرد، حیف آن چشمان نرگسینی تو که دیدار الله نکرد. این معناهای خیلی کلانی دارد لیکن وزنها ندارد شعر، وزن در کار برای شعر. من یک شعر از جنونی در همین تمثیل به شما میخوانم که گوش اندازین چگونه حضرت ها ایجاد میکردن. لیکن اولی اگر شاعریش باشد خیلی خوب است، خیلی خوب است، آینده انشاءالله نیک میشود. دلی به عشق او بادا کفیده. حضرت جنونی میگوید همین مسلمانی که در دلش عشق خدا نداشته باشد بادا کفیده، خدا این دل کفانده بگرداند. دلی به عشق او بادا کفیده، زبان به ذکر او بادا کشیده. نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. اگر مسلمانی که در چشم او آب چشم نباشد، از قیامت نترسد، از گور نترسد، نریزد آب دیده کور بهتر. برای این همون کور بودن بهتر بود. نریزد آب دیده کور بهتر، تنی به طاعتش رنجور بهتر. تنی که طاعت نداشته باشد، عبادت نداشته باشد، فقط به کار دنیا مشغول باشد، این خیل بدن گفتن حضرت فلج بدنش بهتر است. بود بر مرده غافل کفن حیف، به حلق کشته دنیا رسن حیف. دنیا انسانی که از دنیا غافل میگذرد برای او کفن حیف میکنه. انسانی که از دنیا فقط برای همین طله و تاراج دنیا گذشت، او رشته همین دنیایی را میگه حیف میکنه. این حضرت هم مثل همین شعر ایجاد کردن، لیکن خیلی خوب است. برای بینمازا این البته کم است. حاجی داملای محترم، من اولا از شما عذر پرسیدم میگویم که زن شوهر خود را به دین اسلام درآورد، یعنی نماز را یاد دهد. درست است یا نه؟ داملا از شما یک کف دعای نیک طلب دارم، خدا شما را نگاه بدارد. یعنی زنی که اگر شوهرش نماز خوان میکند درست است یا نه؟ البته درست است. این خیلی نادر است که زنی که شوهرش نماز خوان میکند، خیلی نادر است. خوش به حال همون خواهر، خوش به حال همون زنی که برای اصلاح شوهرش حرکت میکند، برای با دیانت کردن شوهرش حرکت میکند. خوش به حال این زنی که البته این عمل انجام میدهد. البته درست است. یک سوال دیگر کردن، آیا اگر شوهری که زنش تعلیم قرآن میکند باز با او زندگی کردن درست است؟ البته درست است. این وظیفه شماست، وظیفه شماست که زن شما قرآن خوان کنین، زن از علم اسلام آگاه کنین. این وظیفه تون است. او حکم شاگردی را نمیگیرد، او تا همون مردن شد او زن شماست. شاگرد شما هم که باشد غلط هم ندارد، هیچ یگان جای غلطی نیست. السلام علیکم بابای حاجی، به سوال من جواب دهید. تسبیح ها را در دیده ها میمالند، چی معنی دارد؟ دویم، زن در دنیا 2 3 4 شوهر میکند،
در جنت همراه کدامش می باشد؟ انا زنهایی که در دنیا 2 شوهر میکنن، 3 شوهر میکنن، از پیغمبر خدا پرسیدن این سواله. حضرت گفتن که با شوهر آخرش در جنت است. کدام شوهری که با او در آخر حیاتش یک جا بود، با همراهی او در جنت است. در بعضی روایت ها می آید که کدام شوهری که خوش اخلاق بود، این زن همراه او هست. ابی دردا میگوید وقتی که از دنیا گذشتن با شوهر خود، با زن خود گفتن که شوهر نکن اگر تو بخواهی که در جنت همراه من باشی. این مطلب از این سخن ابی دردا هم این است که زن با آخران شوهر خود در جنت است. و تسبیح را در دیده ها مالیدن، اینها یعنی کاری غلط خطا هم بگیم خطا نمیکنیم. تسبیح گردانیدن ثواب. تسبیح گردانین. از گپ بیهوده در همون سبحان الله شما میگوین هزارها بار بهتر است، لیکن بعد تمام کردن اونها را بوسه کردن در دیده ها مالیدن اینش غلط است، گناه است. فقط شما قرآن در دیدتان مالید، فقط شما قرآن بوسه کنید. و یک سنگ است، آیا بوسیدن چی لازم است؟ برعکس در فتواها میگن قبر، حتی قبر پدر که یک قبر خیلی محترم است، همون قبر بوسه کردن حرام است که وای از خاک عبارت است. وقتی که میگه حضرت عمر طواف خانه کعبه میکردن، همون نزد سوراخی آمدن، جایی که حجر الاسود ایستادگی هست، و همون حجر الاسود گرفتن و بوسه کردن و گفتن قسم به خدا ای حجر الاسود، من دیدم که پیغمبر تو را بوسه کرد و الا من تو را بوسه نمیکردم، تو یک سنگی هستی، از دستی تو هیچی نمی آید. السلام علیکم آبای داملا، همین سوال ما رو با پررگی جواب بده. من بسیار در نماز غلط میکنم. اگر پس بخوانم، اگر نماز را کمکک بلند بخوانم خطا نمیکنم. یعنی نماز بلند خوانم غلط نمیکنم، پس بخوانم غلط میکنم. من دخترک هستم، میگن آواز دخترک سطر هست، من چی کار کنم؟ باز یک سوال دیگر. بابای داملا، من میخواهم که جنازه را پیش از نماز بخوانیم، برای آنی که بسیاری کسها در نماز جنازه اشتراک نمیکنند. خداوند این خواهر باز توفیقش زیاده بگرداند. یعنی همه وقت باید که جنازه های ما بعد نماز شوند، زیرا پیش از نماز جمعه وقتی ما جنازه میکنیم اکثر مردم جمعه را میپرتوین، از پس نماز جنازه میشوند. اینجا ده همشون گناهگار میشوند، زیرا فرض عین ماندگی مثال از پای یک فرض کفایه میشوند. باید که جنازه البته به البته چی شود؟ بعد نماز شود. و سوالی که دادن آواز دخترک سطر هست، این غلط است. آواز دخترک سطر نیست. آواز دخترک سطر است در وقتی که در نزدش مردهای باشند که مثال محرم این نباشند، مردهای بیگانه باشند، این حالت در آواز زن سطر میگن. لیکن در نماز همه شما چی زن و چی مرد می توانیم 5 وقته نماز کدامش نباشد، چی بامداد چی پیشین. گفتی عباره مختصر که والمنفرد خیرت این ادا، آدمی طاقت گذار حق دارد خواب پس میخواند خواب بلند. اگرچه نماز پیشین باید پس خوانده شود، عصر پس خوانده شود. اینها فقط برای امام هستند، برای آدم طاقت گذار نیست. برای آدم طاقت گذار میتونی با تمام آواز در خانت بخوان، چی پیشین باشد چی عصر باشد. نمازهای بلند میتونیم پس بخوانیم، بلند یعنی اختیار شما هست اگر طاقت گذار باشین. این بلند خواندن و پس خواندن فقط برای همون خطیب است، برای ملا است، برای امام است، برای شما نیست. همه تون میتونیم بلند میخوانیم پس میخوانید، این حق شما هست اگر در خانه نماز ده تنها گذار باشین. السلام علیکم داملای محترم حاجی مرزا، بعد از سلام خواهش میکنم که به این 2 سوال من جواب بدهید. در ماه سفر لباست در تنت اگر بسوزد پوشیدن وی باز درست است یا نه؟ در ماه سفر نکاح کردن یا که توی کردن، یا زن اگر حامله دار شود، یا زنی که سری فرزند رود، با احترام یکی از مخلصان شما. ما اینقدر از ماه سفر میترسیم، اینقدر از خدا نمیترسیم. تمام در مردم ما و شما همون جاهلیت دوره عرب ها پیدا شده است. در دوره های جاهلیت هم کتاب تاریخ عرب ها را خواندم، تماشا کردم، اونها هم برای اونها روز نامبارک روز چهارشنبه بوده است. انا همون اثر جاهلیت اونها در ما و شما تاثیر کرده است. امروز بیماری را وقتی میگو روز چهارشنبه خبر گیرم میگن نره که کسلش زیاد میشود.
ببین این یک جاهلیت است. حالا که پیغمبر ما و شما میگه العائد فی المریض یمشی فی مخرفة الجنه، کسی که اگر بیمار خبرگیری میرود قدمهای او در باغ از باغهای جنت قدم زده ایستاده است. ببین ما و شما را محروم میکنن از فیض همون جنت، از همون داخل جنت. ما و شما را این جاهلیت محروم میکنن، نمیگذارد که شاید که من همون روز چهارشنبه بیکار باشم خلاص. یا حضرت عایشه صدیقه میگوید که در دوره‌های جاهلیت ماه شوال بسیار ماه نامبارک بود برای مردم عرب، حالا که پیغمبر مرا در ماه شوال نکاح کرده گرفت. این عایشه صدیقه میگوید. یا جاهلیت ما و شما این گونه بود که یک چغز اگر در بالای یک درخت می نشست میگفتیم از همین خانه یک کس وفات میکنه یا همین خانه ویران میشد برای که چغز در بالای خانه نشست. حالا که خدای ما و شما و ما اصاب من مصیبت الا باذن الله، ای بندگان من خاطر شما جمع باشد، از هیچ چیز نترسین. هر بلا و مصیبتی که به سر شما می آید همش از نزد من به اجازت من می آید. شما از اینها نترسید. ماه سفرم از طفیل اینهاست. ماه سفر یک ماه پرخیر، یک ماه پربرکات. فقط پیغمبر خدا را وفاتش در این ماه سفر است. برای این در این ماه، هر ماه برای ما و شما ماه مبارک است. از ماه سفر نترسید. حتی پیغمبر لا عدوى ولا طیرة ولا هامة ولا سفر فی الاسلام. ببین در اسلام ما از پرنده ها نترسین. گفت در اسلام از ماه سفر نترسین. هیچ بلا ندارد، هیچ مشقت ندارد. برای همین لباسی که در ماه سفر می سوزد پوشیدن او باکی ندارد، پوشیدن بگیر. یا توی کردن در ماه سفر، اگر همین تویهای سرخراجات و همین تویهایی که پر از حرام کرده های خدا هست در ماه سفر نه، در تمام کل سال برای ما و شما نادرست است. ماه سفر خالی نه. یکی خوش به حال همون پیشوای ما و شما که بیچاره البته مانده شدند از حساب همین خراجات اسراف ها و عمل های نادرکار همین مردم که مانده شدند، بعد گفتن که همین ماه سفر در توی کردن درست نیست. شکر که از همین ماه سفر حاضر می ترسن، از خدا نه. السلام علیکم دامنای محترم، از شما خواهش میکنم که با سوال من جواب گردانید. پدر و مادر حضرت امام اعظم کی بود؟ اینا را ما گفتیم گذاشتیم. از آینه نیلگون نماز بامداد یا پیشین و غیر نمازگزاری را میخوانند. از قفا اینها نماز خواندن درست است یا نه؟ درست نیست. از بالای تلویزیون وقتی که شما یک نماز میبینین و با آنها اقتدا میکنین، نماز شما فاسد است، نماز شما درست نمیشود. السلام علیکم استاد شیرین زبانم اکای حاجی میرزا، من از شما خواهش میکنم که قرآن ختم کرده مرا در حق گذشتگانم ببخشید. از شما خواهش میکنم که درباره امام حسین با ما صحبت میکردید. با احترام یکی از مخلصان دائمی شما، ان شاء الله به نزد من بیا، بعد میبخشیمش در حق من اولاد اجداد. حالا که حق بخشیدن خود داری، ختمش کردی، 3 بار دیگه سوره اخلاص بخوان، در حق تمام گذشتگانت همان ختم کردگی تا ببخش، ان شاء الله ثواب میگیری. السلام علیکم داملای شیرین سخن. این سوالش. درود و رحمت خدا بر شما و خانواده شما. من یک سوال دارم، میخواهم جواب پرره گیرم. آیا دلیل هایی که دو سوالی هستن که خیلی وقت زیاده میگیرن و میخواهم همین سوال آخران جواب میگردانم. شما در چندین کاسته های خود توی کردن را منع کردید، رقص و بازی موسیقی، حتی گوش کردن را هم، و در کاسته 40 باز اجازت داده موسیقی را. این را با ما پورا فهمونید، زیرا پیروی شما هستیم. التماس با جمعه های نزدیک جواب گردونید. یک گروه مخلصان شما. یعنی توی کردن، منع کردن من این فتوای من نیست. اون چیزی که میگیم از حدیث میگیم، اون چیزی که میگیم از اجتهاد فقهای ما و شما هستند. معرکه هایی که سرخراجات باشد به طریق اولا کردنشان حرام است.
اگرچه در اسلام ما و شما پیغمبر میگوید شما توی کنید، یعنی در اسلام هم توی کردن جای غلط نیست. باید در توی پیغمبری خدا از مرده فرق داشته باشد، با آواز دف فرق داشته باشد. یعنی زنها با همراهی زنها چیکار کنن؟ همون خرسندی خودشان انجام دهند، نه به طریق امروزه، نه به طریق حاضره. اگر با طریق حاضره ای که هست، نه یک من بلکه تمام داملاهای همین جمهوری را اگر سوال کنید، تمام کتابهای خدا را اگر شما پرسان کنید، شما در این معرکه هاتون گناهگار میشوید. زیرا که اولا معرکه های شما سرخراجات است، خراجات های خیلی زیاده دارین که اکثر شما قرضدار هستین. از حساب معرکه هاتون شما قرضدار میمانید. یکمش. دویم که خواهر و مادر و از ما و شما با مردهای بیگانه در یک موضع رقص بازی میکنند که اینها هم از روی نگاه اسلام البته غلط است و گناه است، این جای پوشیدش نیست. و گوش کردن موسیقی، اگر موسیقی باشد، شعر باشد که از او تربیه باشد، از او آداب گرفتن باشد، درست است. لیکن شعر باشد که از او هیچ تربیه حاصل نمی شود، موسیقی هست که از او هیچ چیز حل نمی شود. یعنی یگان آبادی جمعیت و آبادی اسلام آبادی همون فرزندها نمی شود و یک گوش کردن البته غلط است. خدا در قرآن چی میگوید؟ این السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئول. این گوش ها و چشم ها و دست ها و همه اعضای شما در نزد خدا مسئول هستند، جوابگر هستند. برای همین ما هم غمخواری ما چی هست؟ توی هاتون کم خراجات کنید. شرط نیست که یک سراینده را شما در $500 میارین، در $400 میارین. در یک طربخانه برای یک آدم رقاصه $200 جدا کردن، همگی نیم ساعت رقص میکرده است. $200. همین کفران نعمت نیست؟ برای $200 را به دست آوردن چند قدر مهنت در کار، چند قدر مشقت در کار. این ما در دوشنبه در یک طربخانه آوازش آمد که $200 همگی نیم ساعت رقص میکرده است. خیلی رقاصه مشهور بوده است. اینا کار ما مثال مسلمان ها و اینا کار ما پیروای امام ابو حنیفه. آیا امام ابو حنیفه هم چنان کرده بود؟ تا حد امکان امروز اگر چند بعضی از دامله‌ها بیچاره اتفاق شدن که در روز همون رقص بازیشون نکنن، یعنی جدا جدا در روز کنن لیکن در شب نکنن، گفتن که از همه فسادی ها همون شبها اجرا می شود. خداوند عاقبت همه ما و شما را به خیر بگرداند، مراد و مطلوب های همه ما و شما را خدای مهربان حاصل بگرداند و از جمیع آفت ها و بلاها خدای مهربان ما و شما را در حفظ و امانش نگه بدارد.